چه فیلم و سریالی قراره داخل ما اسفند ماه بیاد؟ با من همراه باشین تا همه فیلم های مورد انتظار، سریال های مورد انتظار و هر چیزی که کلا مورد انتظاره رو داخل این ویدیو بهتون بگم. سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به موویارا. اسم من سمایل و برگشتم با یه ویدیو دیگه راجع به فیلم و سریالایی که قراره داخل این ماه منتشر بشه. مثل همیشه این ویدیو ترتیبش بر اساس روز انتشاره، یعنی یکم اسفند، دوم اسفند، اینجوری ما جلو میریم. بر اساس محبوب بودنش و مورد انتظار بودنش نیست. یعنی ممکنه که یه اثر خیلی محبوب و من آخر ویدیو بهتون معرفی کنم. پس آخر ویدیو همراه من باشین که قرار کلی اثر خوب بهتون بگم. بخش اول میریم سراغ سریالایی که قرار فصل اولشون داخل این ماه منتشر بشه. شماره 1 سریال کانستلیشن. این سریال حول محور یک فضانورد با بازی نومی راپاسه که بعد از سانحه توی شاتل فضایی روی زمین فرود میاد، ولی کم کم متوجه میشه که خیلی چیزا از زندگیش گم شده یا حتی بهش اضافه شده، مثل پیانویی که قبلا وجود نداشته و حتی بلد نیست پیانو بزنه، یا دختری که نمیتونه مطمئن باشه دختر خودشه یا نه. این سریال با واقعیت سر و کار داره، واقعیتی که هر بار خودش رو تغییر میده و شخصیت‌های داستان باید خودشون از این مهلکه نجات بدن، ببینن کدوم واقعیت درسته. این سریال توسط پیتر هارنس ساخته شده، یک نویسنده بریتانیایی که قبلا چند قسمت از سریال داکتر هو، سریال جاناتان استرنج و آقای نورل و روی سریال والندر کار کرده. از کارگردانی خود سریال هم میشه به میشل مکلارنس اشاره کرد که قبلا برای سریال‌های وستورد و گیم آف ترونز کارگردانی کرده. در کل باید بگم که سریال هم کست خوبی داره، هم سازنده‌های خوبی داره، داستان خوبی هم برای خودش انتخاب کرده. میشه بهش امید بس. امیدوارم که واقعا یه اثر کلیشه‌ای نباشه، چون اثرهایی بودن، فیلم و سریالایی اومدن با همچین تمی ساخته شدن، اکران شدن، پخش شدن و واقعا کلیشه‌ای به درد نخور بودن. اما خب با این کارگردان، با این سازنده، با این کست خوب، میشه گفت که یه کوچولو ازش انتظار میره که اثر واقعا خوبی باشه. این سریال قرار دوم اسفند ماه از اپل تیوی پلاس منتشر بشه. شماره 2 سریال آواتار آخرین بادافزار. سریالی که واقعا نیازی به توضیح خاصی نداره، چون همه ما با این سریال بزرگ شدیم. البته سریال انیمیشنیش ما باش بزرگ شدیم، خاطره باش داریم و میدونیم که داستانش اصلا حول محور چیه. ولی برای کسایی که نمیدونن و سریال رو ندیدن، این سریال حول محور یک آواتار به نام آنگ میچرخه که یک خواهر و برادر اونو بعد از 100 سال پیدا میکنن، زمانی که پادشاهی آتش کل بادافزارهای دنیا رو کشته و قصد داره بر کل دنیا حکومت کنه. بازیگرای خوبی هم داخل خود سریال وجود دارن، مثل ایان اوسلی که قبلا توی سریال 13 دلیل برای اینکه بازی کرده، کیا وینیتو بازیگری که قبلا در سریال آنا شرلی و در سریال واتیف نقش آفرینی کرده، و در آخر دانیل دکیم که قبلا در سریال انیمیشنی آواتار صدا پیشگی کرده، اونم در نقش ژنرال فونگ و خودش هم بازیگر خوب و کارکشته‌ای محسوب میشه. از سازنده‌های خود سریال هم میشه به آلبرت کیم اشاره کرد که قبلا برای سریال‌های اسلیپی هالو، نیکیتا و پنفیون نویسندگی کرده. به نظر من این سریال واقعا قراره چیز خوبی از آب در بیاد، چون نتفلیکس قبلا نشون داده با ساخت لایو اکشن مشکل نداره، خیلی چیزای باحالی هم میتونه از آب در بیاره، مثل وان پیس که اومد خیلی قشنگ بود، مردم دوست داشتن. به نظرم قراره اثر خوبی باشه و خیلی کیف کنیم راجبش. اما یه مشکلی که من خودم با سریال دارم اینه که چرا تاف داخل کست بازیگران نیست، داخل خود سریال انگار وجود نداره و من با این موضوع مشکل دارم، چون دوست داشتم که دوستای آواتار، این خلوچلای گروه کامل جمع بشن و ما گروهو کامل ببینیم، در یک بستر کامل ببینیم و ازشون لذت ببریم. ولی مثل این که در خود سریال حضور نداره و اگه فصل دومی وجود داشته باشه شاید داخل فصل دوم قرارش بدن، ولی حالا چیز خاصی نمیدونیم. سریال لایو اکشن آواتار قرار 3 اسفند ماه از نتفلیکس منتشر بشه. شماره 3 سریال دومین بیمارستان برتر دنیا. این سریال انیمیشنی بزرگسالانه در مورد یک بیمارستان فضاییه که اتفاقات عجیب و جالبی هم داخلش میفته و پرستاره و دکترای متفاوتی داخلش وجود داره که قرار ماجراهای اونا رو شاهد باشیم. خلاصه بخوام بهتون بگم اینه که اومدن یک ایده سریالی راجع به بیمارستان و فضای بیمارستان رو تحویل گرفتن، تبدیل به یک سریال انیمیشنی با فضای بزرگسالانه کردن
که اگر نویسنده‌اش خوب باشن در کنار سریال‌های بزرگسالانه‌ای مثل ساوث پارک، مثل بوجاک هورسمن، مثل آرچر و بقیه‌شون، ریک اند مورتی و اینا میدرخشه که همین جوری هم هست. چون این نویسنده‌ها قبلا برای سریال‌های راشندال، ریک اند مورتی، ساتردی نایت لایف، بوجاک هورسمن و آرچر نویسندگی کردن. از صدا پیشه‌هاشم میتونم به ناتاشا لیون و کیران کالکین اشاره کنم که البته سم اسمیت هم قراره توی چند قسمت این سریال حضور داشته باشه. آره انتظار من یکی که از این سریال خیلی بالا میره و امیدوارم که واقعا سریال خفنی از آب در بیاد. این سریال انیمیشنی قرار 4 اسفند ماه از آمازون پرایم منتشر بشه. شماره 4 سریال واکینگ دد The Ones Who Lives. این سریال که یک اسپیناف از مجموعه The Walking Dead محسوب میشه قراره حول محور داستان عاشقانه ریک و میشون باشه که حالا این وسطا قراره با یه سری مشکلات مثلا چه میدونم زامبی مثلا دست و پنجه نرم کنن. حالا یه چیز جالبی که وجود داره اینه که این سریال، این عنوان بهتره بگم، برای ساختش خیلی پاسکاری شده این ور اون ور. یعنی اول AMC کسی که واکینگ دد رو ساخته اومده گفته که من اینو تبدیل به یک فیلمش میکنم، یک فیلم تلویزیونی و داخل شبکه خودم هم پخشش میکنم. بعدش دیدن که خیلی خوب میتونن ازش کره بگیرن، گفتن که میایم تبدیلش میکنیم به یه تریلوژی و میدیمش دست یونیورسال پیکچر که اون بسازه و داخل سینماها پخشش کنه که اینم نشد. در آخر اومدن گفتن که آقا ما اینو تبدیلش میکنیم به یک مینی سریال و داستانش همونجا بس میکنیم. همینقدر بسه چون بقیه ایده‌هامون جواب نمیده. همین کره گرفتن در حد یک مینی سریال به نظر کافیه. از سازنده‌های سریال میشه به اسکات ام گیمپل اشاره کرد که شورانر سریال واکینگ دد و پرودیوسر اسپیناف داریل دیکسون بوده و البته میشون خانوم هم که در نقش نویسنده این سریال حضور داره و البته کارگردانای این سریال هم قبلا روی آثاری مثل سیلو، هاکای و سین سیتی کار کردن. خب با وجود شورانر اصلی سریال واکینگ دد و کارگردانای خوبی که حضور دارن واقعا انتظار آدم از این سریال خیلی بالا میره و امیدوارم که یه چیز خوب تحویل طرفدارای واکینگ دد بدن و همه راضی باشن. این سریال قرار 6 اسفند ماه از شبکه AMC منتشر بشه. شماره 5 سریال شوگان. این سریال در واقع یک اقتباس محسوب میشه از رمانی به همین نام نوشته جیمز کلاول که در سال 1975 منتشر شده. اما داستان خود سریال در قرن 17 میلادی رخ میده. ما داستان رو از نگاه یک ملوان بریتانیایی به نام جان بلکثورن میبینیم که خودشو وسط جنگ داخلی ژاپن و لردهای سامورایی میبینه که در نهایت خودش هم درگیر این جنگ میشه. رفقا چند وقتی است که سریال شوگان برای دیدن داخل لیست من قرار داره چون من از بازی هیرویوکی سانادا واقعا لذت میبرم، در حدی که واقعا تنها دلیلم برای دیدن فیلم مورتال کامبت بود. من واقعا بازی این مرد رو دوست دارم و امیدوارم که داخل این سریالم بدرخشه و واقعا یه چیز خیلی خوب ببینیم. از سازنده‌های سریالم میشه به جاستین مارکس اشاره کرد که قبلا برای فیلم‌های تاپ گان موریک و جانگل بوک نویسندگی کرده. کارگردان‌های این سریالم قبلا روی اثرهای د بویز، سریال واچمن، سریال ارباب حلقه‌ها و دویچر کار کردن. بیا اینم یه دلیل دیگه برای دیدن شوگان. یعنی من واقعا نمیدونم چرا نباید این سریالو ببینید. اگه تونستید داخل کامنت ها بنویسید بگید من به این دلیل نمیخوام این سریال رو ببینم، ولی من واقعا برای دیدن این سریال هایپم، یعنی شدیداً منتظرشم که بشینم این سریال رو ببینم چون هم داستانش خوبه، بازیگرای خفنی داخلش وجود داره و من واقعا منتظرشم. این سریال قرار 8 اسفند ماه از استریم هولو منتشر بشه. شماره 6 سریال انیمیشنی ایواجو. این سریال انیمیشنی در آینده نیجریه رخ میده. در واقع خود کلمه ایواجو هم به معنی آینده است و آینده‌ای که قرار نیست خیلی لذت بخش باشه. در واقع داستان دختری به نام تولا رو بهمون نشون میده که پدرش یه مارمولک مکانیکی بهش میده که ازش مراقبت کنه. یه چیز جالبی که وجود داره اینه که دیزنی این چند وقت اخیر به داستان مردمای دنیا، مردمای دیگه دنیا البته خیلی داره اهمیت میده و پرنسس‌های دیزنی رو داره همین جوری با نژادهای دیگه بهمون نشون میده. مثلا انکانتو رو داشتیم، کوکو رو داشتیم، موانا رو داشتیم. حالا این دفعه سریال ایواجو، البته اگه اسمشو درست بگم، اومده کل کستشو کلن از نیجریه برداشته. یعنی صدا پیشه از نیجریان، کارگردان نیجریه است تا جایی که میدونم، نویسنده هم همینطور، کلن کس از نیجریه است
و به نظر من میتونه سریال خوبی باشه اگه داستان درستی داشته باشه. یعنی ما مشکلمون الان با دیزنی بیشتر سر اینه که تو چرا داستان درستی بر نمیداری، اصلا با این نژاد و اینا ما کار نداریم، داستان چرت و پرته. چیزی که سر دویشش رخ داد همین چند وقت پیش اومده که 2 ماه پیش، خیلی مزخرف بود و اینجوریه که دیزنی تقریبا داره یکی در میون فیلم و سریالاش خوب میشه، یعنی یکیش بده یکیش خوبه. دویشو گند زده، الان ممکنه که یکی خوب باشه. یک کوچولو امید هست. این سریال قرار 9 اسفند ماه از دیزنی پلاس منتشر بشه. شماره 7 سریال الزبث. این سریال یک اسپیناف از سریال د گود وایفه که الزبث داستان ما داخل اون سریال یک وکیل مدافع بود، ولی اینجا داخل سریال اختصاصی خودش دیگه وکیل مدافع نیست و قرار رفتار پلیس ها رو نظارت کنه که خب اونقدر هم خوب پیش نمیره، چون هنوزم دلش تنگ شده برای حل کردن معماها و میخواد معمای قتل یک زن رو خودش به تنهایی حل کنه. رفقا، الزبث یکی از باحال‌ترین کاراکترهای د گود وایف بود و از همون اولین حضورش داخل اون سریال واقعا به دل همه طرفدارا نشست و خیلی‌ها کیف کردن. حالا داخل خود این سریال هم قراره کلی عجیب بازی در بیاره. این سریال توسط مایکل و رابرت کینگ ساخته شده که سازنده های سریال د گود وایف محسوب میشن. آقا اینم یه دلیل خوب برای دیدن سریال دیگه، واقعا چی میخوایم؟ اما یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که برای دیدن این سریال لازمه بشینیم د گود وایف رو ببینیم که من فکر نمی کنم واقعا، چون د گود وایف از سال 2009 تا سال فکر میکنم 2016 پخش شد، خیلی قسمت داره و اصلا منطقی نیست که بخواین کل سریال بشینید ببینید. به نظرم همین توضیح کوتاهی که من راجع به نقشش داخل اون سریال دادم کافی باشه، چون سریال یک اسپینافه و راجع به خود کاراکتر اشاراتی شاید بشه، اونم در حد دیالوگ به گود وایف، ولی در حدی نیست که بخواید خودت کل سریال رو ببینید. به نظرم همینجوری سریال ببینید و ازش لذت ببرید. سریال الزبث 10 اسفند ماه از شبکه CBS منتشر میشه. شماره 8 سریال د رژیم. این سریال با محوریت یک دیکتاتور حکومت خیالی با بازی کیت وینسلته که حکومتش در حال فروپاشی و اون برای خفه کردن مردمشون معترضه و پابرجای حکومتش هر کاری میکنه. سریال د رژیم واقعا خیلی برای من جالبه، چون هم موضوع عجیبی رو اومده برای خودش برداشته، همین که خود اون دیکتاتوره یکم احمق میزنه و حتی زیر دستای خودش رو تهدید به مرگ میکنه. یه چیز جالب دیگه هم که وجود داره، لوگوی این کشوره که حالا نمیدونم این لوگو رو از کجا برداشتن یا من کجا دیدم این لوگو رو، ولی خب جالب بود برام. ویل تریسی سازنده این سریاله که قبلا پرودیوسر و نویسنده فیلم د منیو و سریال سکسشن بوده. کارگردانای این سریال هم قبلا روی سریالای د کوین و د کراون کار کردن که مشخص میکنه تریسی عزیز اصرار خیلی زیادی داشته کارگرداناش رو یه جوری انتخاب کنه که با همچین ژانر آشنا باشن، یعنی د کراون و د کوین هر دوشون به این ژانر آشنان. کارگرداناشو از اونجا برداشته و گفته که بیان سریالاشو کارگردانی کنن. این خیلی واسم جالبه، من که فقط به خاطر حضور کیت وینسلت هم که شده میشینم سریالو میبینم، ولی خب کلن کست، کارگردان، موضوع واقعا آدمو جذب میکنه که بشینیم سریال ببینیم. و از چه قرار این سریال؟ خیلی جالبه واسم این موضوع. سریال د رژیم 13 اسفند ماه از استریم مکس منتشر میشه. شماره 9 سریال د جنتلمن. سریال جنتلمن که یک اسپیناف از فیلمی به همین نامه در مورد خانواده هالستده که تمام ثروت پدرشون بهشون ارث رسیده و خب بعدش میفهمن که این ثروت از راه کثیف میاد و این پولا دقیقاً ارتباط داره به خانواده پیرسن که داخل خود فیلم حضور داشتن. حالا خانواده هالستد میتونه تبدیل به یکی از خطرناکترین خانواده‌های جنایتکار بریتانیا بشه. قرار داخل این سریال ببینیم. این اثر هم مثل فیلمش توسط گای ریچی نویسندگی و کارگردانی شده و بازیگرای خوبی مثل کایا اسکودالاریو و جان کارلو اسپوزیتو داره. البته اینو بهتون بگم که برعکس الزبث بشینید واقعا فیلمو ببینید قبل دیدن این سریال، اسپویل میشید. من یه سری خیلی کوچولو اسپویل کردم که کی به کجا ربط داره، فقط پیرسن بهتون گفتم، زیاد اسپویل نشدید.
بشینید فیلمو ببینید قبل دیدن خود سریال، و خود سریال هم قراره که خیلی خفن باشه. سریال The Gentleman 17 اسفند ماه از استریم نتفلیکس منتشر میشه. شماره 10 سریال منهانت. این سریال که اقتباسی از کتابی به همین نامه راجب داستان پیدا کردن قاتل لینکلنه و اینکه لینکلن بعد از قتلش چه اتفاقایی داخل آمریکا میفته و چیا میشه کلن، چه بلایی سر مردم میاد و چیا توی فکرشون میگذره. در واقع بعد از به قتل رسیدن لینکلن پایه‌های مملکت دوباره سست میشه و کسایی که از بردهداری حمایت میکردن دوباره فکر به کلشون میفته که جنگ رو دوباره شروع کنن. بچه‌ها کتاب منهانت داخل آمریکا خیلی فروش داشته و اگه اقتباس درستی ازش انجام بشه به نظرم میتونه سریال خیلی تاپ بشه و خیلی لذت ببریم از دیدنش. سازنده این سریال خانم مونیکا بلتسکیه که قبلا روی سریال های فارگو و دلفدوورز کار کرده. از بازیگرای سریال هم میتونم به توبایاس منزیس اشاره کنم که قبلا برای بازی در سریال The Crown برنده امی شده. بچه جنگ داخلی آمریکا واقعا همیشه برام جالب بوده، اینکه دو گروه از یک ملت بخوان سر یک موضوع اونم بردهداری به جنگن، خیلی واسم عجیب و جالبه. اما اینکه بعد از مرگ لینکلن چه اتفاقایی میفته خیلی موضوع خوبی برای ساخت سریاله و من منتظرم که واقعا این سریال رو ببینم. این سریال 25 اسفند ماه از اپل تیوی پلاس منتشر میشه. خب حالا موقعشه که بریم سراغ سریالایی که فصل جدیدشون داخل این ماه قرار منتشر بشه. فصل 6 سریال روکی، فصل 2 ویلترنت و فصل 7 گود داکتر 1 اسفند ماه منتشر میشه. فصل 3 بد بچ و فصل 2 د فامیلی استالون 2 اسفند ماه میاد. فصل 7 سامبادی فیت فیل 11 اسفند و فصل 3 د کلینینگ لیدی هم 15 اسفند ماه منتشر میشه. پارت 2 فصل 22 فامیلی گای 16 اسفند و پارت 2 فصل 2 اینوینسیبل 24 اسفند ماه منتشر میشه. خب حالا موقعشه که بریم سراغ فیلمایی که قراره این ماه به روی پرده‌های سینما برن. شماره 1 فیلم اسپیسمن. فیلم اسپیسمن که اقتباسی از رمانی به نام اسپیسمن آف بوهمیاس حول محور یک فضانورد به نام جیکوب با بازی آدام سندلره که بهش دستور میدن به تنهایی به یک مأموریت فضایی بره. وقتی که توی فضا هیچ کس رو نداشته باشی دلت برای خیلی چیزا تنگ میشه، مخصوصا برای عزیزانت، مثل همسرت با بچه‌ای که قراره به دنیا بیاد. این تنهایی انقدر روی جیکوب اثر میذاره که شروع میکنه به دیدن یه عنکبوت خاص که قابلیت حرف زدن و دیدن خاطرات رو داره. ولی خب معلوم نیست این عنکبوت حاصل تخیلات جیکوبه یا واقعا وجود داره. اینم جالبه بدونین که این عنکبوت توسط پال جانو صدا پیشگی شده. کارگردان این فیلم جان رنک هستش که قبلا کل سریال چرنوبیل رو کارگردانی کرده و یکی از کارگردانای سریال د واکینگ دد و د بریکینگ بد بوده. اما نویسنده سریال از اون طرف اصلا کارنامه خیلی بلندی نداره، خیلی خوبی نداره، همش اثرهای کوتاه اومده نویسندگی کرده و این نظر عجیبه. اما خب به خاطر کارگردانش من میتونم چشم پوشی کنم و امیدوار باشم که یه اثر خوب باشه. بچه‌ها این فیلم نه تنها یک موضوع خیلی عجیب و جالب رو برای ساخت انتخاب کرده، بلکه کارگردان روی تدوین خود فیلم خیلی اصرار داشته. یعنی 3 سال آزگار فقط روی تدوین فیلم کار کردن که یه چیز خوب تحویل ملت بدن. همین موضوع باعث میشه من بشینم فیلمو ببینم. یعنی واقعا همین موضوع کافیه. این فیلم 11 اسفند ماه از استریم نتفلیکس منتشر میشه. شماره 2 فیلم دون پارت 2. از پارت اول فیلم دون حدوداً 2 سال میگذره و پارت دومش هم که داخل این ماه میخواد اکران بشه. استثناء من نمیخوام خلاصه داستانی از این فیلم بهتون بگم، چون هر چیزی که بهتون بگم اسپویل میشید و خب این خیلی بده. به خاطر همین این بار استثناء من هیچ داستانی بهتون نمیگم تا فیلمو برید ببینید و لذت ببرید. اما کارگردان این فیلم که من بهش میگم دنیس جون چون فامیلیش لامصب خیلی سخته، قبلا آثاری مثل بلید رانر 2049، ارایوال و دون پارت 1 رو کارگردانی کرده. نویسنده‌ای این فیلم هم که یکیش دنیس عزیز خودمونه و جان اسپایکس که قبلا برای فیلم‌های پرومتیوس، دکتر استرنج و پاسنجر نویسندگی کرده. جالبه بدونید که پارت دوم دون کلاً 4 روز بعد از اکران دون 1 چراغ سبز گرفت و اینم به خاطر اینه که وارنر انقدر از اوپنینگ ویکند این فیلم راضی بود
انقدر دوست داشت این موضوع که سریع چراغ سبز داد که آقا قسمت بعدیش هم بسازید. این خیلی جالب بود برام. و یه موضوعی هم که هست که اینم جالبه اینه که این فیلم قرار بود سال پیش منتشر بشه، اونم تو ماه اکتبر، اما به خاطر استرایک سگ-افطرا، به خاطر اعتصابات این کارو نکردن، اکرانش به تعویق افتاد و این ماه میخواد منتشر بشه. این فیلم قرار 11 اسفند ماه در سینماها اکران بشه. شماره 3 ریکی استانیکی. این فیلم کمدی حول محور 3 تا دوست میچرخه که برای اینکه خودشون از شر دردسراشون خلاص کنن یه موجود خیالی به نام ریکی استانیکی میسازن. ریکی زد شیشه رو شکست، ریکی زد گلدون رو شکست، میرسه به بزرگسالی و اینجوری میشه که زناشون رو میپیچونن و میرن خوشگذرونی، تا اینکه مردم شک میکنن این ریکی کیه که تا حالا هیچ وقت ندیدیمش. اینا مجبور میشن یه بازیگر استخدام کنن تا جای ریکی رو پر کنه که قرار زندگی فلاکتبار این 3 تا دوست عزیزمون رو از چیزی که هست خیلی بدتر کنه. در کل به نظرم فیلمایی که خود جان سینا داخلشون حضور داره و هنرنمایی کرده ته خنده است. به نظرم پیس میکر خیلی خنده‌دار بود، من ازش واقعا راضیم. این فیلمم واقعا فیلم فانی قراره باشه و من یکی واقعا میشینم پاشو میبینمش تا آخر. ریکی استانیکی 17 اسفند ماه از استریم آمازون منتشر میشه. شماره 4 پاندا کونگ فو کار 4. خب دیگه همتون این سریال رو میشناسین و عملا دیگه نیازی نیست من تعریف کنم که پاندا کونگ فو کار کیه و بقیه شخصیت‌ها چیکار میکنن، چون قسمت اول این انیمیشن وقتی که منتشر شد همه ما بچه بودیم و عملاً با این سری انیمیشن بزرگ شدیم. من واقعا قسمت اول و دومش رو خیلی دوست داشتم، مخصوصا اون انیمیشن سریاله خیلی جذابش که از تلویزیون پخش میشد چونه. و حالا قرار قسمت 4مش منتشر بشه که ویلن این قسمت قرار آفتاب پرست باشه، موجودی که قرار ویلن های قبلی این سری فیلم رو زنده کنه و برای دقایقی ما رو به بچگیامون برگردونه. چیزی که گفته شده اینه که این آخرین حضور پو به عنوان جنگجوی اژدهاست و میخوان یک شخصیت جدید معرفی کنن و اونو تبدیل بکنن به جنگجوی اژدها و تا جایی که جا داره ازش کره بگیرن و فیلم و سریال و از این چیزا ازش بسازن. این فیلم رو مایک میچل کارگردانی کرده که قبلا انیمیشن های شرک برای همیشه و ترولز رو کارگردانی کرده بوده. نویسنده‌اش هم روی 3 قسمت قبلی پاندا کونگ فو کار کردن و کاملا به این پروژه مسلطن. من واقعا امیدوارم که این پروژه یه چیزی مثل قسمت اول و دوم باشه، واقعا ازش راضی باشیم، لذت ببریم، ببینیم چی میشه دیگه. این ماه میخواد اکران بشه، 45 روزم اون ورش، 1-2 ماه اون ورتر میتونیم این فیلمو ببینیم. پاندا کونگ فو کار 4 در 18 اسفند ماه به روی پرده های سینما میره. شماره 5 فیلم ایمجینری. تصور کنید که یه عروسک داخل بچگیتون داشتین و این عروسک رو همش باش بازی میکردین و دوست داشتین و همه جا میبردینش، اما بعد از یه روز اون عروسک رو پرت میکنین داخل انبار و دیگه نگاهش نمیکنین. چی میشد اگه اون عروسک تمام این چیزها رو میفهمید و درک میکرد؟ چی میشد اگه بعد از 10 سال یهو بخواین به اون عروسک سر بزنین؟ حس و حال اون عروسک چی بود؟ خوشحال میشد یا ناراحت؟ این داستان فیلم ایمجینریه. عروسک هایی که خیلی وقت رها شدن و دنبال به قتل رسوندن صاحبای بدشون هستن. کارگردان این فیلم جف وادلو قبلا اثرهای جرأت یا حقیقت و کیک-اس 2 رو کارگردانی کرده و نویسندش هم یعنی گرگ ار به طرز عجیبی این اولین فیلمیه که ترسناک هست و نویسندگی کرده. یعنی قبلا روی انیمیشن‌های خیلی گوگولی نویسندگی کرده بوده، مثل شاهزاده و قورباغه و آیلی دالز. این هم جالبه هم عجیبه اینکه نویسنده یه همچین سریال‌ها و انیمیشن‌هایی باشی که خیلی گوگولی ان، بعدش بیای یه اثر ترسناک بسازی. این واقعا خیلی عجیبه. این فیلم هم توسط سازنده‌های مگان و دی اینویزیبل من ساخته شده که خیلی جالبه. کل تریلر سعی میکنه ترسناک باشه و این خوف رو وارد بدن ما بکنه. اما یه سوالی که من دارم اینه که چرا رده سنیش 13 سال به بالاست؟ یعنی تو اگه بخوای این ترس رو درست به تصویر بکشی، این رده سنی واقعا بهش نمیخوره. واقعا بعد آر ریتد می بود و اون ترس رو به بیننده خودش خیلی باحال میتونست انتقال بده. حالا خیلی زوده برای تصمیم گیری، اما به نظرم
یه ذره این رد سنی پایینه. این فیلم در تاریخ 18 اسفند ماه به روی پرده‌های سینما میره. و اما بریم سراغ فیلمایی که قرار کیفیت خوبشون در این ماه منتشر بشه. فیلم مموری 1 اسفند ماه منتشر میشه، لاولی دارک اند دیپ 3 اسفند ماه و د پرامیس لند هم 4 اسفند ماه منتشر میشه. فیلم شدیداً مورد انتظار پورثینگ هم قرار 8 اسفند ماه بیاد. خب اینم از این ویدیو، امیدوارم که لذت کافی رو برده باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. اگه تازه به کانالم اومدید حتما یه کامنت انگلیسی بذارید که حسابتون نریزه. خیلی مراقب خودتون باشین و تا ویدیوی بعدی خداحافظ.